دارم به یه ایده‌ای فکر میکنم. به اینکه یه سری از متنایی که می‌نویسم و بدون ملودی روی ریفای ملودیک، حالا با گیتار، پیانو یا هر سازی اجرا کنم، بخونمشون. حالا نمیدونم، شاید خیلی لایف همینجا انجامش دادم، شاید خیلی شسته رفته انجامش دادم توی چنل، مثلا با فرمت MP3 یا ویدیو منتشرش کردم، نمیدونم. خلاصه گفتم اینم مطرح کنم، بهتون بگم که فکرم درگیر اینه که ایده های بامزه تری داشته باشم، کار خلاقانه تری کنم، محتوای جالب تری تولید کنم و هدفم اصلا این نیستش که تعاملم رو با شما کم رنگ کنم. اتفاقا خیلی دوست دارم در تعامل باشم و در حال منم نسل زدی محسوب میشم. امروز جایی خوندم که از 76 تا 91، حالا امیدوارم که از 91 به بعدم همینطور باشه، ولی مثل اینکه ما توی دسته نسل زد قرار میگیریم که واسه ما زشته توی سوشال مدیا نباشیم. ولی خب من یه روح پیرم دارم درون خودم که اون زیاد علاقه من نیست به این کارا. در مجموع اینم گفتم که اضافه کنم که دوست دارم این تعامله با شما رو، ولی هدفم اینه که راجع به موضوعات با مزه تری با هم دیگه وقت بگذاریم. اصلا فاز نصیحت و فاز اینکه وای بچه‌ها خوب اینه بد اونه ندارم، فقط سلیقه شخصی ما با شما به اشتراک میذارم. الانم امشب که اینجوری دارم باهاتون حرف میزنم حس خیلی باحالی دارم. حس میکنم الان تنها نیستم، حس میکنم شما هم کنارمید، همه نشستیم کنار هم با هم گپ میزنیم، حرف میزنیم. شاید اصلا اینجوری موزیک ساختم. خلاصه اینطوری دیگه. دوست دارتونم. مرسی. شب بخیر.